نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود به همه شما خوبان. خدا را مسئلت داریم که انشاءالله همونطور که الان شما منو در لباس احرام میبینید، یه روزی بشه که همه شما عزیزان رو در لباس احرام میبینم. همه شما عزیزان انشاءالله با هم همراه باشیم البته در حج بیت رب العالمین. خداوند متعال به همه عزیزان، به همه شما عزیزان حج و عمره رو نصیب بفرمایند. همه اونایی که حج رفتید، عمره رفتید، شوق و عشق علاقه بیش از دیگران دارید. اونایی که حج نرفتن خیلی مشتاقن که خداوند بهشون فرصتی بده که برن حج. اما اونایی که یه بار رفتن، اونایی که یه بار یا دو بار یا 10 بار رفتن، اونها شوق و عشق علاقه شون خیلی خیلی بیشتره، خیلی بیشتر در این خوابن که فرصتی خداوند بده، در این آرزون که خداوند یه فرصتی بده که باز بتونیم بریم به حج خانه خدا. احیانا برخی از دوستان در مورد حج مقالاتی می نویسند یا می پرسند وقتی می خونی کیف می کنی، فکر می کنی که ایشون اصلا در مکه متولد شده و این احساسات و این مشاعر رو به اصطلاح خودش احساس کرده، دیده. وقتی ازش میپرسی میگه که نه من حج نرفتم. خیلی جالب هست. شاعران خوش‌سخنی در مورد حج شعرها میگن. اقبال لاهوری ارمغان حجاز میگه شوق است، عشق است. وقتی میپرسی آقا حج رفتی میگه نرفتم. این شوق چی شده؟ باعث شده که اینها با خیالشون، با خوابشون به حج برن، اون احساسات رو داشته باشن. پس این حج رفتن برای اون کسی که به اصطلاح خداوند براش استطاعت داده. خب کسی که استطاعت داده اون رکن اسلام هست. اگر نره خب میخواد یهودی بمیره، یهودی میخواد بمیره، میخواد مسیحی بمیره، مسیحی به میل خودش. یعنی اینقدر مهم هست. حضرت عمر برای کسی که توانایی حج رفتن داشت و حج نمیرفت روش نماز جنازه نمیخوند. پس حج رکن از دین هست. اما اون کسی که خب رحمت خداست بر ما، لمن استطاع الیه سبیلا، اون کسی که توانمندی داره. حالا اونی که نمیتونه خداوند ازش در میگذره، اون براش اصلا فرض نیست. خب اما چون که فرض نیست دیگه من نباید از اون لذتش محروم باشم. حداقل با مشاعر خودم، با احساسات خودم همراه باشم با حاجی‌ها در این مناسک و اونها مناسک رو انجام میدن. من قلبم رو فرستاده باشم با اونا طواف کنه، با اونا سعی کنه، بره با اونا منا، بره به عرفات، برگرده به مزدلفه، برگرده به منا، بره رمی الجمرات کنه، بیاد طواف افاضه کنه. یعنی من باشون همراهم، با احساساتم همراهم، لحظه به لحظه اونها رو دارم در تلویزیون مشاهده میکنم و آه میکشم که این آه من درهای آسمون ها رو پاره کنه و از خدای من استجابت بگیره، یک دعوت بگیره. بعد از اون منم بیام تو میدون و بگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این فضاست که فضای ایمانی هست. اینجاست که من احساس سعادت میکنم، احساس خوشبختی میکنم. چرا؟ چون این خوشبختی بر قلب من بارونده میشه. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. کسی که در راه من میره، خداوند میگه کسی که اتباع راه من رو میکنه این
غیر از سعادت هیچی. فلنحینه حیاتا طیبا، اینی که عمل صالح میکنه، کار نیک میکنه، ما بهش زندگی با سعادتی میدیم. این لا یضل ولا یشقا، این گمراه نمیشه، این شقاوت و نیگونبختی رو نمیبینه. اما نیگونبختی کیه؟ نیگونبخت بدبخت کیه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اونی که از یاد خداوند غافله، زندگی پر از بدبختی، پر از سختی، پر از نگونبختی رو داره. طعم سعادت، لذت سعادت رو احساس نمیکنه. آخه چرا؟ اویس ابن عامر یکی از صالحان یک تشبیه زیبایی میدن. میگن که ببینید شما یه طرفی میخواد بره به جنگ، تو راه که میره میبینه که آقا این به اصطلاح لباس سپری که من پوشیدم خیلی سنگینه، اینو چیکارش کنم تا این همه را من برم این سپر رو چیکار؟ اینو میندازه دور. یکم دیگه میره این کلاهخودی که رو سرم هست سنگینی میکنه، این رو هم میذاره دور. بعد میره هور این بابا این شمشیره چقدر درازه، اذیت هم میکنه، شمشیر رو هم ور میداره میندازه دور. یکم دیگه میره این خورجینه رو چیکارش کنم؟ این خورجینه آب و غذاشو هم میذاره دور. میره و در مقابل دشمن میسته. حالا گرسنه هست، تشنه هست، سلاحی هم نداره. خب دشمن دیگه میزنه گردنشو میکنه. اینی که ما میگیم شیطان بر ما غالب شده، اینی که ما میگیم لذت زندگی رو نمیبریم، اینی که ما احساس میکنیم که زندگیمون پوچه، خودمون پوچیم، هیچ معنایی برای زندگیمون نیست، ما این افرادیم. در واقع ما شیطان من رو گول نزده، ما خودمون رو گول زدیم. ما خودمون رو اینقدر افتاده کردیم که شیطان رو قبل از اینکه شیطان ما رو به زمین بزنه ما خودمون رو به زمین زدیم. وقتی که من ذکر خدا و یاد خدا رو میذارم دور، وقت ندارم، وقتی که برای نمازهای نافله و نمازهای سنت وقت ندارم، وقتی که امر به معروف و نهی از منکر برام خیلی سخته، وقتی که آنچه در دنیا اتفاق میفته در جامعه اتفاق میفته برام مهم نیست، وقتی که صله رحم نمی کنم، وقتی که میام حتی فرائضم رو در مسجد ادا نمی کنم، به تأخیر میندازم، من در واقع همون فردم که همه ی اسلحه‌ام رو انداختم دور، همه ی آذوقه‌ام رو انداختم دور. چرا؟ سخته، حوصله‌اش رو ندارم، نمیتونم. با این بهانه ها من خودم رو خلع اصلاح کردم در جلوی دشمن، در شیطان. شیطان وقتی میاد سوار من میشه، در واقع منم که سواری میدم، منم که کمرم رو خم کردم. اگه من این کار رو نکنم، اگر من صلاح خودم رو بگیرم، اگر من آذوقه خودم رو داشته باشم، اگر من با توان و با جرأت باشم، اون وقتی که من میزنم با مشتی تو دهن شیطان، اون وقت نشون غلط کنه که بیاد پیش من. بس این فرصت بازنگری، این فرصت که ما فیزیکن این رو داریم به نمایش میذاریم. فیزیکن میریم شیطان رو هم تو سرش میزنیم با سنگ. یعنی چی؟ یعنی من میخوام عوض شم، من میخوام این قید و بندایی که هست بشکنم، من میخوام لبیک بگم به ابراهیم بت شکم، من میخوام ابراهیم باشم. ابراهیمی که خداوند متعال به ابراهیم فرمودن ای ابراهیم و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. صدا بزن مردای پیاده بیان، آدمه ها پیاده بیان، سواره بیان، اونم سواره از راه های دور که ایشون راهشون باریک شده اینجا، لیشهدوا منافع لهم، تا اینجا فایده هایی که برایشون هست، فایده ها هست، این فایده ها رو برگیرن. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات و یذکر اسم الله، نام خدا، ذکر خدا، یاد خدا رو بکنن در این روزهای مشخصی که براشون هست، که این منافع بزرگ رو ببینن، فایده ها بگیرن. اگر رفتی به حج، خدا میگه در حج فایده هاست. اگر رفتی به حج فایده نکردی، یعنی حج نکردی، رفتی خودتو اذیت کردی، رفتی پولتو خرج کردی، رفتی نمیدونم جمعیت رو زیاد کردی، حج نکردی. حجی که فایده نداره حج نیست. طرف اومد وارد مسجد شد،
فوری 2 رکعت نماز خون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذهب فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. رفت 2 رکعت نماز خوند، بعد اومد پیش فرمودند برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. ای بابا چی شد؟ حتما رسول الله متوجه نیستند که من نماز خوندم. رفت باز 2 رکعت سرشو زد به زمین و اومد فرمودند اذهب فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. یا رسول الله من دارم نماز خوندم، 3 بار دارم نماز میخونم. نه خیر، این نماز نیست. هر ایستادن و خم شدن و بالا رفتن و زمین خوردن که نماز نشد. نماز یک قاعده داره، یک اصولی داره، یک ضوابطی داره. بر اساس این ضوابط و اصول و این مفاهیم نماز و ارزش، اون وقت نماز ارزش میشه. وقتی که نماز ارزش شد، اون وقت نماز میشه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. این نماز تو رو از فحشا و منکر باز میداره. اگر نمازت از فحشا و منکر بازت نداشت، یعنی این که مشکلی هست، یعنی اینی که سنگی تو کفشته، ریگی تو پاته. ما یک معادله داریم 2 + 2 4. اگر 4 نشد پس اینجا 2 + 2 نیست. اینه که باید این رو مد نظر داشته باشیم. حالا ببینیم مردم میرن به حج، برمیگردن از حج چی میشن؟ اگر ما رفت و اژدها برگشت، این که حاجی نشد. اینه که باید وقتی که از حج برمیگرده یک انسان کاملا جدید باشه. شمایی که میرید به حج، رفتید لباست رو انداختید دور، گناهانت رو انداختید دور، عهد و پیمان بستید با خدا، با سرزمین نبوت، با جایی که همه پیامبران اونجا قدم زدن، با جایی که جبریل اومده، با جایی که وحی اومده. اونجا گفتی که من میرم چی میشم؟ اون انسانی که خداوند متعال ازشون پرسید الستو بربکم قالوا بلا، من شهادت دادم که خداوند یکتاست و جز خدا رو هیچ شریکی نیست. و من با صدای بلند گفتم، در بین خلایق گفتم، همه دارن گواهی میدن، همه که اینجا هستن در شهر من میدونن که من رفتم، همه الان میدونن که من بازگشتم، همه میدونن که من گفتم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. لیشهدوا منافع لهم، که اونجا برای مؤمنان منفعت هایی هست. آقا چه منفعتی؟ سختی، این همه راه رفتن، این همه پول و هزینه کردن، این همه. اگه واقعا اینطور نیست به حاجی ها نگاه کنیم. بیشتر افرادی که میان حج اونایی هستند که بار 2 و 3 و 4 هست. حکومت سعودی مونده چی کار کنه؟ آقا یه قانونی میاره که آقا تا 5 سال حق نداری بار دیگه بیای حج. تو پاسپورتت بنویسند، فلان میکنند، تو کامپیوتراشون میذارن، تو وزارتاشون میذارن که آقا اینو دوباره نذاری تا 5 سال که اینجا شلوغه. بذارید فرصت برای دیگرها باشه. اونایی که میخوان برند حج تو صفن مدت ها، سالها در انتظار که نه شما، همه اینا برای چیه؟ اگه واقعا فایده ای توش نمی بود که نمی اومدن. پس یه فایده هایی هست غیر از اون احساس نورانی، غیر از اون تغییر و تحولاتی دیگه. حتی در رزق و روزیش و حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث حدید. حج و عمره طوری گناهان رو دور میکنن، طوری فقر و فاقه و ناداری رو از انسان دور میکنن، همونطور که آتش آهنگری و این کوره میاد زنگ آهنها رو پاک میکنه. پس در حج یک منفعت هایی هست. ان الحج والعمره برای انسان یک تغییر و تحولاتی میارن، انسان رو یه انسانی دیگه میکنن که باعث میشه که همه با شوق و علاقه به سوی حج برن. خب در این حج چی هست؟ فیه آیات بینات
مقام ابراهیم. در حج آیات واضح و روشنی هست. مقام ابراهیم، آیا مقام ابراهیم بزرگترین این آیات بینات هست که اینجا خداوند متعال در این آیات و نشانه های حج خیلی هستند که ما انشالله در جلسات بعد بهش اشاره میکنیم. خیلی تا دلت بخواد تو حج آیات روشن الهی هست، انگار معجزات هستند. از جمله این معجزات مقام ابراهیم هست. یعنی این مقام ابراهیم یک نشانه والایی هست، یه سنگی هست که الان وجود داره، هزارها سال عمر و قدمت داره. روی این سنگ خدای متعال کاری کرده که رد پای حضرت ابراهیم اونجا باشه. حالا چرا این سنگ؟ چرا این سنگ؟ سنگ خودش بیانگر یک حکایت هست. خداوند متعال به حضرت ابراهیم امر کرد که بنای کعبه رو برپا کنه. خب حضرت ابراهیم وظیفه داشت که بیاد یک کعبه ای رو درست کنه همونطوری که خداوند متعال میخواست. اما این ابراهیمه، هر که نیست. ان ابراهیم کان امه، ابراهیمی که به تنهایی یه امته. یک امت یعنی چی؟ یعنی همت یک امت رو داره. همه خوبی هایی که در یک ملت، در یک امت باشه در ابراهیم هست. از همتش، از ابتکارش، از پشتکارش، از مردانگیش، از شجاعتش، از ایمانش، ابراهیم به تنهایی یه امت. خب این ابراهیم رو خداوند متعال میگه که بنای کعبه رو برپا کن. ابراهیم هم قد و هیکل داره الحمدلله، میاد و به اندازه‌ای که قد و هیکلش بود نیاز بود که این کارو بکنه و اگر این کارو هم میکرد ادای مسئولیت کرده بود. اما این ابراهیمه. ابراهیم در هر کاری که میکنه خداوند متعال از در مورد ابراهیم میفرماید و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. وقتی که ابراهیم در یک آزمایش و ابتلای الهی قرار میده فاتمهن نمیکنه، اون را به بهترین وجه، به کامل ترین وجه انجام میده. ابراهیم این کار رو میکنه و ما از اینجا این درس بزرگ رو میگیریم که مثل ابراهیم باشیم، در جدیتیمون، در مسئولیتی که به ما محول میشه اون رو نه تنها انجام میدیم بلکه به بهترین وجه ممکن اون رو انجام بدیم. اینجا ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم یه سنگ بزرگی که قابل حمل باشه برای خودش و برای فرزندش اسماعیل، این رو گرفت آورد جای دیوار خانه خدا. خانه خدایی که تا آخرین حدی که دست ابراهیم میرسه، تا اونجا بلوکا رو گذاشته بود، سنگا رو گذاشته بود، الان میخواد از اون هم بالاتر ببره. میسته روی همین سنگ و اسماعیل بهش مثلا اون سنگای دیوار رو میده، آجرها یا اون سنگایی که برای دیوار بنا کردن خانه خداست اونا رو میده، اونجا میذاره. این مقام ابراهیم اینجاست. مقام ابراهیم به من بنده میگه که ابراهیم ابتکار کرد در ادای مسئولیت. ابراهیم مسئولیتش رو به بهترین وجه انجام داد. توی مؤمنی که اومدی اینجا مقام ابراهیم رو دیدی. مقام ابراهیم رو از حکمت الهی هم بود که در مطاف باشه که من که میام به خانه خدا اولین چیزی که با اون آشنا میشم جلوی چشمم رو میگیره، جلوی راه هم سبز میشه، مقام ابراهیم هست، جای پای ابراهیم هست. من اومدم اینجا با عهد میبندم با ابراهیم، با پیامبرا که من بر گام شماست، قدم بر قدم شما میگذارم، قدم به قدم پشت سر شما حرکت میکنم. این مقام ابراهیم یک آیت بیناتی هست که من اومدم اینجا. اینجایی که من اومدم کجاست؟ اینجایی که من اومدم امکان نداره من اینجا راه میرم مگر این که بارها و بارها پام گذاشته بشه سر جای پای رسول الله صلی الله علیه و سلم. بارها و بارها پام بیفته سر جای پای ابراهیم علیه السلام. بارها و بارها پام میفته سر جای پای حضرت موسی علیه السلام.
بارها و بارها پا میفته جای پیامبران، بارها میفته جای صالحان، بارها جای صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تو مسعی بارها پایم میفته سر جای پای هاجر، جای پای ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، ابن عباس، ابن مسعود، حذیفه، معاذ، همه، سلمان فارسی، همه پا میفته سر پای اونها. من دارم با اونها عهد و پیمان میبندم که منم تو مسیرم. برادر من، شما رفتید اما هیچ غمت نباشه. موسی رفتی، من هستم. ابراهیم رفتی پشت سرت، اشکال نداره، من هستم. محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شما رفتید اما من هستم. این مقام ابراهیم. خب من اینجا که هستم چجوری میشم؟ ابراهیمی و صفت با ویژگی های ابراهیم. من کاری رو که انجام میدم هدفم این نیست که یه باری رو از شونه بندازم بیرون. وقتی نماز میخونم با عشق و علاقه میخونم. وقتی صدقه میدم با عشق و علاقه میدم. وقتی صدقه میدم این نیست که زکات که میدی همین که جسم به اصطلاح جزئی از قلبشو میکنه میده راه خود، دستش هم میلرزه. این نشد. اصلا زکات مال تو نیست. اگه ندی دزدی، چپاولگری، حیله‌گری. اگر زکات رو ندی دزد و چپاولگر و حیله‌گری، مال خدا رو دزدیدی. خداوند متعال به 100 میده، میگه آقا اینا از تو، 2.5 از تو نیست. این 2.5% مالی که دادم این از فقیران و مستمنداست. آقا به این 8 گروه اینم لیستشون به اینا تحویل بده. اون 97.5 مال خودته، این 2.5 مال خودت نیست. پس اینو که میدم با عشق و علاقه بدم، امانته. بعد از این نه، بیش از این صدقه میدم، خیرات میدم، با عشق و علاقه میدم. چرا؟ چون که من مقام ابراهیم رو دیدم، چون که در مقام ابراهیم این درس رو گرفتم که مثل ابراهیم باشم. کار رو تا فقط انجام ندم، با بیشتر از اون روش رو انجام بدم. در خیراتم، در رسیدگی به مردم، در جامعه، در امر به معروف از نهی منکر. وقتی که میدم وقت اضافی بدم. میام قرآن رو میخونم، ویل للمطففین، وای جهنم است برای مطففان. این مطففات چیکار میکنن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون. وقتی که از مردم چیزی میخرن کاملش میخرن، 1 کیلو، 1 کیلش. اما وقتی که میدن در مقابل ناقص میدن، کم میدن. آقای معلم، آقای کارمندی که مقام ابراهیم رو دیدی، ویل للمطففین رو خوندی، حقوق تو کامل میخوایی، اما وقت ادای مسئولیت از زیر کار فرار میکنی. طرف میاد کار داره، میگه برو فردا بیا. این خیانت هست. تو چه مرگ تو اینجا نشستی؟ پشت این میز برای چه نشستی؟ حقوق میگیری برای کی؟ از چی حق حقوق میگیری؟ حقوقت کامل میخوای اما ادای مسئولیت خیانت میکنی. تو پس ویل للمطففین است. ویل چیه؟ ویل اسم یک دره وحشتناک تو جهنم. وای به حال اون مطففان، اونایی که کمکاری میکنن، اونایی که به اصطلاح وقت دزدی میکنن، اونایی که به اصطلاح زیر کار فرار میکنن. میرفتی آیات بینات رو دیدی، مقام ابراهیم رو دیدی. در مقام ابراهیم چه درس گرفتی؟ نه اینی که من این کار رو میکنم، وظیفه من اینه که 8 ساعت کار کنم، من 10 ساعت میکنم. وظیفه من اینه که اینقدر کار کنم، من بیشترش میکنم. چرا؟ چون که من میخوام ابراهیمی صفت باشم. این بیشترش که میکنم با تلخی نمیکنم، با عشق و علاقه میکنم. ابراهیم وقتی خانه خدا رو بنا کرد با عشق و علاقه بنا کرد. عشق و علاقه ابراهیمی همراه با عشق و علاقه هاجری، همراه با عشق و علاقه اسماعیل فرزند این پیرزن پیرمرد، اینا شدن منسک حج ما. عشق و علاقه ای که در عمق تاریخ ریشه دووند، عشق و علاقه ای که شاخه هاش رسید به آسمون تا به 8. تا روز قیامت مردم میدوند در بین صفا و مروه، هر روزش هم. مثل هاجر دوید، اونا میدوند. زنا نمیدوند. زنا راه میرن بین اون 2 لامپای سبزی که هست،
آقایون میدوند، خانم ها همینجور راحت میرن. چرا خانم ها؟ ما دختران هاجریم، مادرمون دوید، یه زن دوید برای ما همه زنا کافی، شما مردا بدوید. اینه جایگاه و ارزش زن. تمام مؤمنان تا روز قیامت به پای هاجر میرن. هاجر این بزرگ، چون که هاجر بزرگ بود، من هم زنا رو ارزش میدم. زنا ندوند چون که هاجر شکلند. اینه چون که ابراهیم خواست بچه‌شو ذبح کنه. ببین ابراهیم و اسماعیل بر تمام من و شمای مؤمنان منت دارند، فضل دارند. ای قربونشون. تصور کنید که مثلا ابراهیم بچه‌شو ذبح میکرد، قربانی میکرد، یعنی هر یکی از ما در این وحشت میبود که نکنه در خواب ببینه که بچه‌شو ذبح کنه، فردا مجبوراً بره بچه‌شو ذبح کنه. صبر ابراهیم، صبر اسماعیل، صبر هاجر، رضا به قدر و ایمان ابراهیم، خوشنودی اسماعیل از قدر الهی و اظهار رضایت بر اون، خوشنودی هاجر و ایمان هاجر و اظهار رضایت بر این باعث شد که خداوند متعال این حکم ذبح فرزند رو، قربانی کردن فرزند رو به قربانی کردن یک گوسفندی که اون گوسفند رو خودمون هم میخوریم، خودمون سرش رو میبریم، خودمون میخوریم، کیف میکنیم، تبدیل کرد از یک مشقت، از یک چیز بسیار وحشتناک و سخت به یک چیز خوب و یک نعمت و یک خوشگذرانی. این به خاطر اون رضایت، ایمان و به اصطلاح خوشنودی و اظهار رضایت در مقابل قضا و قدر الهی و صبر اون رادمردان بود که امروز ما خوشحالیم. ببینید چقدر ابراهیم و اسماعیل بر ما حق دارند، چقدر این مردانگی های اونها باعث شده که ما امروز راحت باشیم. حالا ما میریم در این فضا، در مدرسه هاجر، با این آیات بینات از مقام ابراهیم آشنا میشیم تا ما برگردیم ابراهیم و صفت، هاجری و صبر و گذشت و بزرگ منشی اسماعیل رو از اونجا بر بگیریم، پا بذاریم در پای مصطفی صلی الله علیه و سلم و راه سید الانبیا رو به پیش گیریم، برگردیم از خانه خدا پیک رسول الله باشیم، برگردیم از محبت وحی عمل کننده به محبت وحی باشیم. عملش چطوریه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمانی هستید که برای بشریت انتخاب شدید. ویژگیمون چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما امر به معروف میکنید و نهی از منکر. برگشتم با این ویژگی ها، منم انسان صالح و نیک خدا. نداء الحق صوت قد شجاني نداء الحق
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران مشاعر مقدسه، شعائر الله، دوستداران مکه مکرمه، دوستداران کعبه مشرفه و دوستداران زیارت حرمین شریفین. از الله متعال تقاضامندیم و رجامندیم که زیارت حرمین شریفین رو نصیب همه اون عزیزانی که تا به حال نصیبشون نشده بگردانند و عزیزانی که مشرف شدن به حرمین شریفین رو باز هم توفیق عطا بکنه و این شرف رو نصیب بکنه که باز هم این حرمین مقدس رو بار دیگر و بارها و بارها و بارها زیارت بکنن. و ما ذلک علی الله بعزیز، و این کار بر الله تعالی سخت نخواهد بود. در ادامه بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید، در امتداد آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره همچنان با شما هستیم با آیه باقی مانده از این مجموعه آیات در سوره مبارکه بقره، آیه 203. الله متعال در آیات گذشته از آیه 196 تا آیه 202 که در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان مروری گذرا و کوتاه بر ترجمه معانی آیات این چند صفحه و 2 صفحه‌ای که گذشت داشتیم، در آیه 203 الله متعال بخش پایانی مناسک حج رو فقط یک بخشش رو اشاره می‌فرماید. در آیات گذشته به عرفات اشاره شد، به مزدلفه اشاره شد، به عبادت‌های روز عید به صورت گذرا فقط اشاره‌ای شد و یک دعای بسیار مهم رو الله متعال معرفی فرمود در خلال آیات حج که جای تأمل داره. این آیه، این دعا، ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، این دعا رو الله متعال در خلال آیات حج مطرح فرمود. دعایی که گویی به حجاج تعلیم داده میشه که شما در اون روزهای مناسک حج، وقتی که کفن پوشیدید، وقتی که آماده اید به مانند یک سربازی لبیک گفتید و زندگی خودتون رو، کار خودتون رو، مشغله خودتون رو تعطیل کردید، دوست و آشنا و فامیل و قوم خودتون رو رها کردید و اومدید در مشاعر مقدسه، اومدید در مکه تا حج انجام بدید، این دعا رو زیاد بخونید. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این دعا مال همه است. بهترین دعاها در بهترین جاها و بهترین عبادتها وقتی معرفی میشه، یعنی این دیگه یک سرمایه خیلی عظیمه. این دعا رو محکم بگیرید، این دعا رو محکم داشته باشید، این دعا رو فراموش نکنید. مختصر و مفیده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. خدایا، یا الله، ای پروردگار ما، ای کسی که ما رو تربیت کردی و خلق کردی، در دنیا به ما نکی بده، در آخرت هم به ما نکی بده. تو ما رو خلق کردی، تو ما رو به وجود آوردی، تو ما رو تربیت کردی. ربنا یعنی همین، تو رب مایی، تو تربیت کننده مایی، مربی مایی، خالق مایی، تو کسی که ما رو به وجود آورد. بهتر میدونی که چی به صلاح ماست و برای ما نیکه، پس همون رو در دنیا به ما بده و در آخرت هم بهترین ها رو به ما بده و ما رو از عذاب دوزخ نجات بده. این دعا رو ما در آیات
گذشته داشتیم در آیه 201 از سوره مبارکه بقره. در ادامه الله متعال فرمود هر کسی هر دعایی بکنه نصیبش رو میگیره، بهره مندیش رو از اون دعا. چون که بعضی ها هستن که در دنیا این گونه دعا نمی کردن. در آیه 200 الله متعال فرمود کسانی هستن که فقط به فکر دنیای خودشون هستن و آخرت براشون مهم نیست. اما مؤمنین این گونه نیستن، دنیا و آخرت رو با هم میخوان. جالبه که در این آیه نشان میده که انسان مسلمان فقط به فکر آخرتش نیست، بلکه در دنیا قبل از آخرت از الله متعال بهترین ها رو میخواد، اون چیزی که به صلاح او هست و اون الله متعال تشخیص میده براش. انسان مسلمان هم دنیا رو نگه میداره هم آخرت رو. حج تمرینیه برای اینها. در حج وقتی که کفن پوشیده این دعا رو تکرار میکنه، کفن پوشیده و میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. کفن پوشیده یعنی من آمادم برای رفتن به اون دنیا، اما این به این معنا نیست که این دنیا رو ترک کرده. در همین دنیا هم آنچه که به صلاح او هست و به نفع او هست رو از الله متعال طلب میکنه. این دعا رو محکم بگیریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. در پایان این مجموعه آیات در سوره مبارکه بقره در موضوع حج، الله متعال در آیه 203 باز به موضوع ذکر و یاد الله متعال اشاره می‌فرماید. واذکروا الله فی ایام معدودات. الله تعالی رو یاد کنید در روزهایی که بسیار معدودن. چند روز مشخص، چند عدد، چند روزی که شمرده میشه. الله رو یاد کنید در روزهای معدود. مراد از روزهای معدود در این آیه وقتی که عرفات تموم شده، مزدلفه تموم شده و روز عید هم پشت سر گذاشته میشه، روزهای دوم، سوم و چهارم عید هست. روزهایی که به اسم ایام تشریق معروفه. ایام تشریق از شروق گرفته شده، یعنی اون لحظه‌ای که خورشید از شرق طلوع میکنه میاد بالا و به اندازه یک نیزه از شرق ارتفاع میگیره. چون در این روز بعد از این حالت وقتی که این اتفاق میفته و خورشید بالا میاد، حجاج حرکت میکنن برای ادای مناسکشون. در روزهای 11، 12 و 13 ذوالحجه که روز دوم و سوم و چهارم عید سعید قربان هست، حجاج این 3 روز رو باید برن و بعد از زوال خورشید برن و جمرات رو با 7 سنگریزه 3 تا محل هست رو باید برن و این 3 محل رو با سنگریزه ها هدف قرار بدن و بزنن و شب رو در منا میمونن. شب رو در منا میمونن. منا جزء مشاعر مقدس است که در بخش پایانی منا از سمت حرم که میرید بخش اول منا میشه، از سمت عرفات و مزدلفه میشه آخر منا. از حرم که انسان وارد میشه به منا، اولین بخشی که وارد میشه انسان یک ساختمانی الان ساخته شده بسیار بزرگ به اسم ساختمان جمرات معروف. جمرات از جمره گرفته شده و 3 تا بخش مختلف هست در این ساختمان. قبلا ساختمانی نبوده. تصاویر قبلی اگر دیده باشید یک دایره است که یک ستونی وسطش هست. الان به خاطر ازدحام جمعیت و آسانی حجاج ساختمان بسیار عظیمی ساخته شده و چند طبقش آماده است و تا 12 طبق ظاهرا ادامه پیدا میکنه به خاطر جمعیت زیاد. 5-6 طبقش آماده است. 3 بخش در این ساختمان 3 تا دیوار درست شده که بهش میگیم جمره. هر کدوم از اینها رو یک جمره میگه. جمره اولی، وسطی و کبرا آخری. اینها چی هستن؟ یک تاریخی دارن اینا. در این روزها، در این ایام معدوداتی که الله تعالی میفرماید در این آیه، حجاج البته در روز عید هم میرند
اینجا البته یکی از اینها رو فقط اون بزرگ آخری رو هدف قرار میدن، در روزهای دیگه هر سه تا رو هدف قرار میدن. سنگریزه هایی میگیرن، سنگریزه دیگه نه زیاد بزرگ، بعضیا فکر میکنن کارا سنگ هست، نه، سنگ های کوچکی به اندازه یک بند انگشت کوچکتر در مسیر انتخاب میکنن در بین راه. الان خصوص در مزدلفه شب قبلش حجاج اونجا چون دشت هست و سنگ بیشتر هست پیدا میکنن. سنگ هایی برمیدارن، 7 سنگ برای هر محل، 3 تاست میشه 21 سنگ. این سنگ ها رو میگیرن، روز اول قبل از ظهر میرن، روز عید یکی از اینها رو هدف میزنن قبل از ظهر. روزهای دوم، سوم، چهارم بعد از ظهر میرن، یعنی از بعد از ظهر شروع میشه تا هر وقتی که فرصت کردن، حتی به شب هم اگر کشیده بشه. بهترین اینه که تا قبل از غروب باشه، اگر نشد بعد از مغرب هم میزنن، بعد از عشاء هم فرصت نکنن، بعضی از حجاج میزنن. شب رو در منی بعد بمونن، یعنی شب بعد از این که روز عید تموم شد، شب 11 و 12 و شب 13 اختیاریه، یعنی تا شب 12 اجباریه، باید حتما در منی باشن حجاج. کار خاصی ندارن، همونجا استراحت میکنن و عبادت میکنن. شب 13 اگر کسی تا غروب روز 12 از منی خارج شد که دیگه نمیمونه، حجش تموم شده و رفته. اما اگر موند، شب رو موند، فردا بعد از ظهرش دوباره باید بره و این 3 تا جمرات رو مورد هدف قرار بده در روز 13. پس شب 13 اختیاری است. در این آیه میفرماد فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه. کسی اگر عجله داشت در 2 روز تموم کرد، 3 روزه، میتونه 2 روز هم باشه. این روزها اصلش 3 تاست، اما روز سوم اختیاریه، روز 11 و 12 و 13. روز 11 و 12 اجباریه و شب 11 و شب 12 اجباراً باید حجاج در منی استراحت کنن، همونجا باید باشن شب، در محدوده منی باید باشن شب. روز 13 اگر کسی تا غروب روز 12 یعنی قبل از داخل شدن شب 13 از منی خارج شد، حجش تمام شده رفته. اما اگر کسی خارج نشد، اون موقع دیگه باید فرداش هم اونجا شب رو که موند باید در منی بمونه، روز 13 بعد از ظهر دوباره بره جمرات رو هدف قرار بده و بزنه و بعد از اون دیگه مشاعرش تمام میشه و حج به پایان میرسه. پس یا روز 12 بعد از ظهر یا روز 13 بعد از ظهر تموم میشه حج و مراسم حج. الله متعال میفهمد کسی که عجله داره میخواد زودتر بره در 2 روز، فمن تعجل فی یومین، کسی در 2 روز انجام میده این مناسک رو، یعنی روز 11 و 12 بعد از ظهرش میره و جمرات رو میزنه، اشکالی نیست بر اون، فلا اثم علیه. و من تأخر، اگر کسی تأخیر کنه روز 13 رو هم بشینه، یعنی شب 13 رو در منی نشست و روز 13 هم جمرات رو مورد هدف قرار داد، اختیار داره. و من تأخر فلا اثم علیه، چه کسی 2 روز بشینه چه کسی 3 روز، اختیاری است. لمن اتقی، برای کسی که تقوا رو پیشه میکنه. کسی روز 13 رو میخواد بشینه، دیگه شبش فرداش به عبادت و ذکر و طاعت باید مشغول باشه، نه که اینکه اونجا بشینه و کاری بکنه که منافی با تقواست و محظورات رو انجام بده. کسی میخواد دوست داره که شب باز بشینه عبادت بکنه، شب 13 در منی و عبادتش رو تکمیل بکنه بشینه، میتونه بشه. اما کسی روز 12 رفت هم هیچ مانعی وجود نداره و غالبا هم روز 12 حجاج مقداری خسته میشن، روزهای قبل و از 8 شروع کردن، 9 10 11 12 و 4-5 روز گذشته دیگه غالبا روز 12 همه نمیدید که دارن میرن، اختیاری. کسی دوست داره 12 کسی دوست داره روز 13 میره. اما در موضوع خود جمرات که چی هست و چه تاریخی داره و چه حکایتی است، حتما بارها عزیزان شنیدن، خالی از افاده نیست که ذکر بکنیم که این 3 محل که به اسم محل شیطان هم معروفه و برخی از دوستان شوخی میکنن میگن ساختمان شیطان، 3 محل هست که با 7 سنگریزه مورد هدف قرار میگیره. در این 3 محل
ابراهیم علیه السلام وقتی که به ایشون امر شد که اسماعیل رو قربانی بکنه برای الله تعالی، تنها فرزندش، اون نازنینی که رشد کرده بود و پیامبر بود، از مکه حرکت کرد. وقتی داشت میرفت به سمت قربانگاه، در این مکان که رسید، شیطان به شکل انسانی اومد سر راهش تا اون رو منع بکنه از این کار. با سنگ مورد هدف قرار گرفت. دوباره رفت ابراهیم علیه السلام جلوتر، دوباره به شکل انسانی، باز اومد به شکل انسان دیگه. ابراهیم چی کار میکنی؟ کجا میری؟ نکنی میخوای بری بچت رو بکشی، قربانی بکنی؟ این بچه در این سن و سال تو پا به سن گذاشتی، این بچه با این زیبایی، با این درک، با این فهم، با این شعور، کار دیگه بکن، جایگزینی پیدا بکن. هی میخواد شبهه ایجاد کنه، هی میخواد تزلزل ایجاد کنه در کار ابراهیم علیه السلام. باز مورد هدف قرار گرفت. بار سوم باز اومد، باز مورد هدف قرار گرفت. این سه بار در سر راه این پدر و پسر قرار گرفت تا اینها رو منع بکنه از انجام این کار. اون پسری که آماده کرده خودش رو فدا بکنه برای الله متعال، قربان بکنه، اسماعیل ذبیح الله. و همچنین پدری که تمامی آزمایش های الله متعال رو به بهترین وجه ممکن پشت سر گذاشته، الان این پدر و پسر در این امتحان موفق شد. و این برخورد پدر و پسر با شیطان چنان بر الله تعالی زیباست که این رو جزئی از مناسک حج قرار داده تا حجاج بیان و این صحنه ها رو، تاریخ رو تکرار کنن، تا تمرین کنن، تا یاد بگیرن که چطور در راه الله تعالی و کسب رضایت الله تعالی باید با شیطان برخورد کرد، چطور باید وسوسه های درونی رو، چطور باید دشمن درون که نفس و دشمن بیرون شیطان رو ناامید کرد. و اینجا 7 سنگریزه پرتاب میشه در هر بار به سمت این ستون هایی که اینجاست و سنگریزه پرتاب میشه و سنت هم همین هست. 7 سنگریزه گرفته میشه و به این شکل پرتاب میشه به سمت این بخش. این عبادت در روزهای، یک بخشش در روز عید قربان انجام میشه قبل از ظهر و فقط یکی زده میشه. اولی 3 تا هستن در یک ساختمان. و روز 11 روز دوم عید و روز 12 و 13 بعد از ظهر زده میشه و هر 3 تا زده میشه. الله تعالی فرمود که واذکروا الله فی ایام معدودات، در این روزهای محدد و مشخص که مراد این آیه 11 و 12 و 13 هستن، الله تعالی رو یاد کنید. بعد این حکایت و این داستان ها ما رو بیاد الله تعالی بیاندازه. زبونمون باید هی به ذکر الله تعالی مشغول باشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این ذکر هی گفته میشه در این روزها و ذکرهای فراوان دیگری که هست. الله تعالی فرمود فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى. کسی میخواد این مناسک رو در 2 روز انجام بده مشکلی نیست. 3 روز هم کسی میخواد انجام بده اختیار داره، برای کسانی که میخوان تقوا پیشه کنن. در پایان آیاتی که در سوره مبارکه بقره در موضوع حج هست، الله تعالی در آیه 203 در پایان آیه 203 باز به تقوا اشاره می‌فرماید و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. هدف از همه عبادت ها تقواست، دست یافتن به تقواست. اصلا هدف آفرینش آسمان و زمین تقواست. الله تعالی آسمان و زمین رو خلق کرده برای انسان و جن، و انسان و جن رو خلق کرده برای عبادت خودش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و هدف از عبادت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای انسان ها عبادت کنید الله تعالی رو، شما رو خلق کرده، اون خدایی که شما رو خلق کرد و قبل شما رو خلق کرد تا به تقوا برسید. روزه، هدف از روزه تقواست، دست یافتن به تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده به مانند آنچه که بر قبلیان شما واجب شده بود تا به تقوا برسید. حج هم هدف
اصلی حج دست یافتن به تقواست. اون نیرویی که انسان رو وادار میکنه به اجتناب از نواهی الله تعالی و امتثال و پایبندی به دستورات الله تعالی. تمرین بندگیه، تمرین تقواست. حج باید در پایان انسان رو به تقوا برسونه. روزه‌ای که انسان رو به تقوا رسون قبول شده، حجی که انسان رو به تقوا رسون قبول شده. اگر انسان در پایان حجش به تقوا رسید، حجش قبوله. یعنی اگر در پایان حج از اوامر الهی اطاعت میکرد و از نواهی اجتناب میکرد، این حجش قبوله. در پایان آیات مرتبط به حج در سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید واتقوا الله، و تقوای الله تعالی رو پیشه کنید، واعلموا انکم الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی او حشر میشید، برانگیخته میشید، به ملاقات الله تعالی میرید. ای حاجی، ای کسی که احرام پوشیدی، کفن پوشیدی، یادت نره که این کفن هدف از پوشیدنش این بود که تو بگی من آمادم برای رفتن، من آمادم برای اومدن پیش تو یا الله، لبیک اللهم لبیک، من آماده اطاعت از تو هم، آماده وصل شدن به تو هم، من اومدم تا تمرینی باشه عرفات برای من برای صحرای محشر، تا مشعرالحرام و منا برای من تمرینی باشه برای روز قیامت، تا من تجربه بکنم صحرای محشر رو که در اون هیچ فرقی بین هیچ کسی نیست، نه پادشاهش، نه فقیرش، نه وزیرش، نه سفیرش، نه کبیرش. و در عرفات و در منا و در مزدلفه و در طواف و در حج این معنا رو من تمرین کردم. واعلموا انکم الیه تحشرون، بدونید که برمیگردید به سوی او. حج باید انسان رو به این معنا برسونه، به این مفهوم برسه. حج تمرین سفر آخرته. حج یک فرصت برای این که ما قبل از مرگ به استقبال مرگ، قبل از سفر آخرت به استقبال سفر آخرت بریم و تمرین داشته باشیم از این سفر. و این آیات با این تعبیر به پایان میرسه که به یاد داشته باشید شما پیش الله تعالی برمیگردید. و عجیبه که سوره مبارکه حج هم، سوره‌ای که درباره حج است، وقتی که ما نگاه میکنیم این سوره وقتی که شروع میشه، اول سوره با همچین محتوایی شروع میشه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دقیقا همین تعبیر اونجا است. ای کسانی که، ای مردم، تقوا پیشه کنید. ان زلزله الساعه شیء عظیم، همان زلزله روز قیامت، اون لحظه آخری که عالم از بین میره، شیء بسیار عظیم و ترسناک. شبیه این تعبیر رو که اینجا داریم در ابتدای سوره حج هم ما داریم. در ابتدای سوره حج، یعنی هم اول حج باید هدف این باشه، هم آخر حج باید هدف این باشه. شروع حج باید به این نیت باشه که انسان آمادگی میگیره، به دنبال تقوا باشه و به دنبال آمادگی برای سفر آخرت. و پایان حج هم باید همین درس رو بگیره انسان. اینجا این تعبیر رو الله تعالی در پایان آیات مرتبط به حج در سوره مبارکه بقره ذکر کرده، از آیه 196 تا 203. در ابتدای سوره مبارکه حج هم باز این همین تعبیر ذکر میشه که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون روز قیامت رو بیاد بیارید که روز سخت است. اینجا هم فرمود واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، تقوا پیشه کنید و بدونید که به سمت الله تعالی برمیگردید. حج فرصت تمرین برای این کار هست. حج یک وقت طلایی انسان در دنیا میبره خودش رو از تمام تعلقاتش و تمرین میکنه، با آموزش میبینه. مثل تمرین‌های نظامی که سربازان مانورهایی دارن قبل از داخل شدن در یک جنگ واقعی، رزمایش، همایش و یک مانور نظامی دارن. حج یک مانوره، یک رزمایشه، یک فرصت تمرین برای سفر آخرت، برای قیامت، برای محشر، برای حضور به محضر الله تعالی. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و در برنامه بعد ان شاء الله همچنان با شما ادامه خواهیم داد مسیر بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید رو
ولی به صورت گذر. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم از همه شما عزیزان و تا برنامه بعد شما رو به الله متعال میسپارم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. صدایی که در این روزها در گوش مسلمانان در اقصی نقاط جهان و خاصتاً در سرزمین مقدس وحی طنین انداز است، صدای دلانگیز لبیک است. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. از فردا اولین روز از روزهای مبارک دهه ذوالحجه آغاز می شود. روزهای مبارکی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این 10 روز فرمودند که یکی از بهترین روزهای سال می باشد. الله سبحانه و تعالی به این 10 روز قسم می خورد. والفجر و لیال عشر. 10 روزی که در این 10 روز مبارک بزرگترین عبادتها با هم یک جا می شود. عبادت حج، یکی از ارکان بزرگ دین مبین اسلام. همانطوری که می دانید دین ما بر 5 اساس و ستون استوار است: کلمه شهادت، نماز، روزه، زکات و حج بیت الله الحرام. حج یکی از بزرگترین عبادت هایی است که در این 10 روز مبارک واقع می شود. از 7 یا 8 ذوالحجه آغاز می شود و در روز 9 این دهه مبارک یکی از بزرگترین عبادت های مسلمانان به پایه تکمیل می رسد که آن وقوف عرفات است. الحج عرفه. عرفه معنای حج است. عرفه ستون حج است. هر عمل دیگری رو که اگر در حج انسان بتونه در اون تقصیر بکنه، امکانش این است که بتواند دوباره اون رو تداعی بکند به شکلی. اما عرفه و وقوف در میدان عرفه تنها رکنی از ارکان حج است که نمی شود آن را دوباره به دست آورد و حاجی که نتواند در عرفات بایستد و وقوف عرفات را انجام بدهد مجبور است که سال بعد اگر استطاعتش را داشته باشد این عبادت را یک بار دیگر تکرار نماید. به همین دلیل
در این 10 روز مبارک عبادت‌های بزرگی وجود دارد که مسلمان‌ها انجام می‌دهند و در روز 10 این دهه مبارک یکی از عبادت‌های بزرگی که شعار بندگی، شعار توحید و یکتاپرستی است، قربانی فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام می‌پذیرد. الله سبحانه و تعالی وقتی که به این روزهای مبارک قسمیات می‌کند، نشان دهنده عظمت و بزرگی و عزتی است که در این ماه‌های مبارک سال و خاصتاً در دهه ذوالحجه وجود دارد. در دین مبین اسلام الله سبحانه و تعالی فرصت‌ها، مواسم خیر رو برای ما مهیا کرده تا از این مواسم استفاده بکنیم، تا با استفاده از این مواسم و فرصت‌ها خودمان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بسازیم، از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت بکنیم. اینها فرصت‌های طلایی است که الله سبحانه و تعالی برای مسلمانان و برای مؤمنین آماده می‌کند. امروز اگر در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم اگر یک فرصتی برای خرید، یک فرصت مناسبی برای خریدن یک شی مادی در این دنیا برای ما میسر شود، انسان‌ها دوان به سوی او می‌دوند تا از این فرصت استفاده بکنند و آنچه که دوست دارند را با قیمت پایین، با قیمت ارزان، بدون زحمت فراوان بخرند. الله سبحانه و تعالی در طول سال مواسم خیری رو برای ما مهیا کرده است که ما جنت الهی را، رضایت الهی را، بهشت برین رو، آن نعمت‌های بی پایان را با زحمت کم در فرصت کوتاه به دست بیاوریم. یک فرصت طلایی است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که ان اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. یوم النحر که روز قربانی است، یکی از علامات بزرگ توحید که الله سبحانه و تعالی به او تاکید میکنه چی است؟ فصل لربک وانحر، برای پروردگارت، فقط برای پروردگارت نماز بخوان و فقط برای او قربانی بکن. ببینید در این 10 روز مبارک میشه گفت همه ارکان دین، همه عبادت هایی که بر یک مؤمن فرض است و واجب است و سنت است و نفل است، همه رو ما میتوانیم در این 10 روز مشاهده بکنیم. نماز فرصت طلایی است که از این موسم خیر و برکت انسان استفاده کند. چه کسانی که در حج بیت الله هستند و چه کسانی که در انتظارند که روزی به این شرف بزرگ نائل شوند. میبینیم قربانی کردن، چه کسانی که در حج هستند و چه کسانی که در حج نیستند میتوانند در یوم النحر، در روز اول عید قربانی بکنند و این یک عبادت خیلی بزرگی است که ما فقط به پیشگاه الله سبحانه و تعالی باید قربانی بکنیم. یکی دیگر از عبادت‌های بزرگی که در موسم حج وجود دارد و ما تجلی آن را در ایام تشریق می‌بینیم، اظهار براءت و بیزاری و دوری از شیطان رجیم و رانده شده است. نمادهایی از شیطان که حاجی می‌رود و با سنگریزه ها آنها را میزند و این گونه است که از این شیطان پلید و ابلیس اعلان براءت و بیزاری می کند که دیگر فریب او را نخورد. این گونه است که انسان در حج دوباره متولد می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کسی که حج بکنه و در حج خودش گناه نکنه، دشنام نده، بدزبانی نکنه، رجع که یوم ولدته امه، چنان برمیگرده که مانند روز اولی که مادرش او رو به دنیا آورده باشه. در اونجا شیطان رو سنگ میزنن که این ارتباطی رو که با شیطان انسان در زندگیش داشت، فریب او را میخورد، با وسوسه های او تحریک میشد، این ارتباط را قطع بکنه. پاک تمیز مانند یک کودک
به خانه خود برگرده و بعد از اون فریب این شیطان رجیم برنده شده رو نخوره. در این روزهای مبارک عبادت دیگری برای ما وجود دارد که اگر به بیت الله الحرام مشرف نشدیم، اگر جز آجیان بیت الله الحرام نیستیم، اگر جز کسانی که در میدان عرفه دست دعا بلند کردن نیستیم، ما می توانیم که در هر گوشه دنیا که هستیم در روز عرفه روزه بگیریم. روز عرفه یکی از عبادت‌های بزرگی است که گناه سال گذشته و سال آینده انسان را بدون از کبائر، بدون از گناه‌های بزرگ الله سبحانه و تعالی میبخشه. ببینید این عظمت رو، ببینید این رحمت رو، این مغفرت رو. اصلا رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی دنبال بهانه میگرده، میگه که ای بنده من، تو بیا یک روز روزه بگیر، من یک سال گذشته تو رو، گناهان تو رو میبخشم. یک روز روزه بگیر، گناهان صغیره سال آینده تو را هم میبخشم. آیا رحمتی بالاتر از این وجود دارد؟ آیا مغفرتی بالاتر از این وجود دارد که الله سبحانه و تعالی به تو میگه که بیا، در مغفرت باز است، در رحمت باز است، این مواسم خیر، این فرصتهای استثنایی را من برای تو ای بندم آماده کردم، چون تو را دوست دارم، چون دوست دارم تو به سوی من برگردی، چون دوست دارم تو توبه بکنی، چون دوست ندارم تو را عذاب بدم، دوست ندارم تو را به جهنم بفرستم، دوست ندارم که تو گمراه بشی. در این روزهای دهگانه تکبیر زیاد بگید، تحمید زیاد بگید، تهلیل زیاد بگید. یعنی چی؟ ذکر الله سبحانه و تعالی رو بکنید. الله اکبر، لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله. همه اینها ذکرهایی است، همه ذکرهایی که در قرآن و سنت برای ما بیان کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در آیات متعدد اذکاری رو که از زبان انبیا، از زبان بندگان نیک الله سبحانه و تعالی برای ما بیان نموده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح که امام بخاری رحمت الله علیه از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، در هیچ عملی در روزهای دیگر سال عظمتش، بزرگیش مانند اعمالی که در دهه اول ماه ذوالحجه انجام میدهند نیست. قالوا ولا الجهاد، گفتن یا رسول الله حتی جهاد؟ فرمودن ولا الجهاد، حتی جهاد. سبحان الله، هیچ عملی در این دنیا بالاتر از اعمالی نیست که یک انسان مؤمن و مسلمان در این 10 روز انجام بدهد، مگر الا رجل خرج یخاطر بنفسه و ماله فلم یرجع بشیء، الا کسی که با مال و جانش در راه الله سبحانه و تعالی برای جهاد خارج شده و هر دو را در راه الله سبحانه و تعالی قربانی کرده. جاهدوا باموالکم و انفسکم ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کسی که در راه الله سبحانه و تعالی با مال و جانش جهاد کرده باشه، مال و جانش رو قربان کرده باشه، این انسان هیچ عمل صالح به این عمل نمیرسه. جانش هم قربانی کرده، مالش هم قربانی کرده، با پول خودش سلاح خریده، با پول خودش رو تمویل کرده، خرج و مصارف جهاد رو خودش پرداخته و شخص خودش در جهاد شرکت کرده و در راه الله سبحانه و تعالی به شهادت رسیده. این بزرگترین مقامی است که از بین مقام‌هایی که برای مؤمنین الله سبحانه و تعالی در نظر گرفته است، به بنده صالح، به یک مجاهدی که در راه الله سبحانه و تعالی به شهادت برسه عطا می‌گردد. اما هیچ عمل دیگری غیر از این عمل بالاتر از اعمالی نیست که یک انسان مؤمن و مسلمان در دهه مبارک ذوالحجه انجام بدهد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه در مورد این 10 روز مبارک توصیه کردن. در حدیث دیگری می‌فرمایند
ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى. هیچ عملی پاکتر، خالصتر، با اجر و پاداش بزرگتر در نزد الله سبحانه و تعالی نیست مگر اعمالی که در روز یا در روزهای دهگانه اول ماه ذوالحجه انجام دهد. در حدیث دیگری صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فیهن من هذه الایام العشر فاکثروا فیهن من التحلیل والتکبیر والتحمید. هیچ روزی از روزهای سال در نزد الله سبحانه و تعالی عظیمتر و محبوبتر در نزد الله سبحانه و تعالی نیست الا روزهای ماه ذوالحجه که اعمال انسان در این روزها در نزد الله سبحانه و تعالی محبوبتر و عظیمتر و بزرگتر از اعمالی است که در روزهای دیگر سال انجام داده می شود. به خاطر همین در این روزها تکبیر بگید، تحلیل بگید، ذکر الله سبحانه و تعالی را بکنید و عبادت‌های بزرگی را که الله سبحانه و تعالی بر ما فرض کرده، بر ما واجب کرده انجام بدهید. حج یکی از عبادت‌های بزرگی است که در این 10 روز مبارک انجام می شود. یکی از ارکان دین مبین اسلام است. حج یک مدرسه است، مدرسه بزرگی که در آن درس‌های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، درس‌هایی که انسان مسلمان را به عنوان یک بنده مؤمن، به عنوان یک بنده موحد، به عنوان یک بنده رستگار می‌سازد. مدرسه است یا دانشگاهی است که انسان مؤمن مسلمان در آنجا امتحان می‌دهد، امتحان همه اعمالی که شایسته یک مسلمان و مؤمن هست. نمونه‌ای از همه اعمالی رو که انسان در زندگی خودش به عنوان یک مسلمان انجام می‌دهد در این عبادت بزرگ ما می‌بینیم و تجلی می‌کند. بزرگترین نشانه مؤمن که توحید و یکتاپرستی است در این عبادت بزرگ در پیشگاه الله سبحانه و تعالی امتحان میدیم و تجلی میکند در وجود انسان. پس انسان از این مدرسه با یک فهم دیگر، با یک فکر دیگر، با تجدید ایمان، با تجدید تقوا، با تجدید توحید و یکتاپرستی دوباره به کجا میرود؟ به سوی اهل و دیار خود برمیگردد. همه عبادت ها یک شعار خاصی برای خود دارند. حج هم شعار خاصی دارد. شعار حج توحید است، همان گونه که شعار همه عبادت ها در نزد الله سبحانه و تعالی توحید است. شعار نماز چی است؟ الله اکبر. شعار حج چی است؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. شعاری است که انسان به وحدانیت معبود یکتا شهادت می‌دهد و از شرک و بتپرستی و ریا و اینکه به ذات اقدس الهی مثلی یا مانندی یا شریکی یا همتایی به تراشد اظهار بیزاری می‌کند. عباداتی رو که الله سبحانه و تعالی در این ماه‌های مبارک فرض کرده است، یکی هم عمره است. انسان‌هایی که در حرمین زندگی بکنن یا این توانایی رو داشته باشن که بتوانن عمره بکنن غیر از حج، و چه کسانی که به حج میرون و حج تمتع میتوانن نیت بکنن در این 10 روز اول ماه مبارک رمضان عمره بکنن. یکی از عبادت‌های بزرگی است که در نزد الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش بزرگی دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که العمره الی العمره کفاره لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. از این عمره تا این عمره کفاره همه گناهانی است که در بین این دو صورت بگیرد. و حج مبرور، حجی که با نیت خالص باشد، حجی که هدف فقط رضای الله سبحانه و تعالی باشد، حجی که فقط و فقط در پیشگاه الله سبحانه و تعالی این اخلاص و نیت را داشته باشی که یکی از ارکان دین مبین اسلام را انجام میدی، یکی از عبادت‌های بزرگ الله سبحانه و تعالی را انجام میدی. نه اینکه به حج بروی
و از آنجا برگردی و مردم به تو بگن حاجی. در نزد خداوند از درگاه رحمت الله سبحانه و تعالی رانده شده باشی، به وطنت برگردی، در آنجا جشن بگیری، مردم بیان از تو استقبال کنن، جناب حضرت حاجی صاحب آمدن، ماشا گوسفندا قربانی شود، مهمانی ها گرفته شود، دیگ ها بار شود، اما تو در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بنده ای باشی که نه حجت قبول شده است، نه قربانیت قبول شده است، نه طوافت قبول شده است، نه سعی بین صفا و مروه قبول شده است، نه آن سنگریزه هایی که زدی، نه آن زحمت هایی که کشیدی، نه آن پیاده روی هایی که کردی، همه اینها هباء منصورا، مانند گرد هایی که در هوا پراکنده شده باشد، اینها در نزد الله سبحانه و تعالی قبول نشده باشد و خدای نکرده تو در آنجا جشن میگیری و ملائکه در آسمان بر تو لعنت میفرستند. الله سبحانه و تعالی حجاج عزیز ما را، بنده های مؤمن و مسلمان را جز این انسانهایی نگرداند که عبادت میکنن به خاطر ریا، عبادت میکنن به خاطر این که به او گفته شود آجی صاحب. عزیزان، به خاطر این لقبه که آجی صاحب گفته میشود حج نکنید. حج رو به این نیت بکنید که شما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی یکی از ارکان دین مقدس اسلام را انجام میدید. کسی رو گفتن که بعد از حج برگشته بود، مردم به اسمش صدا کردن، گفتن مثلا احمد آقا، ناراحت شده بود، بابا مگه کورید نمیبینید که من حج رفتم، بگید حاج احمد آقا. اینا کسایی هستند که حج رو به خاطر خدا انجام ندادن. حج رو به خاطر کی انجام دادن؟ به خاطر بنده ها انجام دادن. فردا هم در روز قیامت پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشن. الله متعال میفرماید که ای بنده من حج کردی؟ میگه بله پروردگارا، حج کردم، خرج کردم، چند هزار دلار خرج کردم، رفتم حج کردم، قربانی کردم، سعی بین صفا و مروه کردی. بعد الله متعال میگه خب اجر و پاداش هم میخواهید؟ پروردگارا بله که میخوام. میگه پس برو اون اجر و پاداشت رو از اون کسایی بگیر که به خاطر اونا حج کردی. یا الهی من به خاطر تو حج کردم. نه خیر، تو به خاطر من حج نکردی، تو به خاطر این حج کردی که به تو بگن حاجی. مردم بهت گفتن حاجی. پس ما باید از جمله کسانی نباشیم که الله سبحانه و تعالی و در پیشگاه ذات اقدس او از جمله انسانهایی که میگن خسر الدنیا و الاخره، دنیا هم پول خودشان را خرج کردن، زحمت کشیدن، مایه گذاشتن، در آخرت هم چی است؟ هیچ عملی در صحیفه اعمال صالحهشان نیست، سفید سفید یا سیاه سیاه. چرا؟ چون این اعمال با ریا، با این نمونه شرک خفی که متاسفانه خیلی از مسلمان ها گرفتار اون هستن، این عمل آمیخته شده باشه. پس در این روزهای مبارک ما اعمال زیادی رو باید انجام بدهیم. یکی دو ماه پیش بود ماه رمضان، چقدر انسانهای خوب شده بودیم، روزه می گرفتیم، صدقه می دادیم، کمک می کردیم، خیرات بود و اعمال صالحه بود و چقدر انسانهای رؤوف و مهربان و دلسوز شده بودیم، می خواستیم به همه کمک بکنیم. بله، یک فرصت دیگری هم الله سبحانه و تعالی دقیقاً بعد از 2 ماه بعد از رمضان در اختیار ما قرار داده. فرصتی است که باید از این روزهای طلایی، از این فرصت استثنایی برای کمک به فقرا، برای کمک به مستمندان، برای کمک به کسانی که شاید در طول سال به امید و آرزوی این هستند که کی عید قربان میرسد تا که یک شکم سیر گوشت بخورن. داریم در کشورمان، در دنیا خانوادهایی هستن که آرزو میکنن زودتر عید قربان برسه تا که بتونن یک شکم سیر گوشت بخورن. پس این یک فرصت استثنایی است. ای کسانی که توانمندید، دارید، الله سبحانه و تعالی بهتون داده، رزق و روزی فراوان داده، خواهران و برادران و عزیزانی رو که گرسنه هستن، شاید سال بگذره به یک تیکه گوشت هم در خانه اونها پخته نشه، ندارن. ما امروز خبر داریم از وطنمان،
از کشورهای همسایه‌مان در آفریقا، در افغانستان، در تاجیکستان، در ایران، در خیلی از کشورهای دیگر هستن کسانی که مستحق اصلا نمیتوانن، اصلا برای اونها مثلا گوشت خوردن شاید یک خواب و خیال باشد، یک آرزو باشد برایشون. پس این الان یک فرصت استثنایی است. شما میتوانید حتی کسانی که در کشورهای خارجی زندگی میکنن، وضع زندگی خوبی دارن، لازم نیست که حتما شما در اونجا قربانی بکنید. میتونید که پول قربانی خودتون رو بفرستید به یک انسان که به او اعتماد دارید، انسان مطمئنی است و در داخل افغانستان میتوانید قربانی بکنید تا هموطنان گرسنه شما حداقل با کرم شما و با این عمل نیک شما یک روز در سال هم که شده شکم سیر بخورند و برای شما دعا بکنند و دعای مؤمن در حق مؤمن مستجاب است. از دیگر اعمالی که ما میتوانیم در این 10 روز مبارک انجام بدهیم بر والدین است، نیکی و احسان به پدر و مادر. اگر پدر و مادرتان زنده هستند به خدمت آنها برسید. فرصتی است که هرگز بعد از دست دادن پدر و مادر نمیتوانید این فرصت رو به دست بیاورید و اگر از دنیا رفتن به نام آنها قربانی بکنید، به نام آنها صدقه بدهید تا که الله سبحانه و تعالی مراتب و درجات آنها را در بهشت برین بالا بگرداند. نماز عید هم که یکی از عبادت‌های بزرگی است که در روز دهم یعنی آخرین روز دهه اول ماه ذوالحجه انجام می شود. از این هم غافل نباشید. ما در این روزهای مبارک دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی به من و به شما عزیزان توفیق عبادت الله سبحانه و تعالی در این روزهای مبارک و در طول سال را نصیب بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل درباره دومین رکن حج یعنی طواف خانه کعبه مسائلی رو خدمت شما بیان کردم. همان گونه که می‌دانید طواف افاضه یا طواف زیارت یکی از ارکان حج هست و خود طواف یک عبادت جداگانه محسوب می شود. پس بنابراین همان گونه که در دیگر عبادات نیت یکی از شرایط عبادت محسوب می شود، درباره طواف هم چنین هست.
و در این جلسه انشاءالله شروط طواف را خدمت شما بیان خواهم کرد که یکی از اساسی ترین شروط طواف یا هر عبادت دیگر نیت هست. یعنی انجام طواف یا عبادات دیگر همراه با نیت. اگر عین همین عمل عبادی را شما بدون نیت انجام بدهید، بدون این که قصد تقرب به بارگاه الله متعال را داشته باشید، اگر این اعمال را انجام بدهید هیچ عبادتی را انجام ندادید، زیرا این اعمال زمانی تبدیل به عبادت و تقرب می شوند که شما این اعمال را همراه با نیت انجام بدهید. پس بنابراین در طواف هم نیت داشتن یکی از شروط طواف هست. یعنی این که اگر کسی بدون نیت و ناخواسته یا نادانسته طواف بکند، چون این طوافی در واقع به عنوان طواف فرض از این انسان پذیرفته نخواهد شد. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات، معیار و دار و مدار پذیرش و ارزش اعمال انسان به نیت هست. پس بنابراین قبل از شروع طواف شما باید این نیت را داشته باشید که این طوافی که من انجام میدهم به عنوان طواف افاضه هست یا همان طواف زیارت که یکی از ارکان حج هست. مطلب دیگری که در این زمینه مهم هست طهارت داشتن و پاک بودن در هنگام طواف هست. جمهور علما طهارت و پاکیزگی را و وضو داشتن در هنگام طواف را یکی از شروط طواف می دانند. یعنی این که اگر انسانی در هنگام طواف وضو نداشت، طوافش پذیرفته نخواهد شد. روایتی در این زمینه وجود دارد از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که میگوید الطواف بالبیت صلاة الا ان الله اباح فیه الکلام. می‌فرماید که طواف خانه کعبه یک نوع نماز هست یا مانند نماز هست، بجز این که الله متعال در طواف سخن گفتن را مباح قرار داده. یعنی تنها تفاوتی که طواف با نماز دارد در این زمینه هست که در نماز ما مجاز نیستیم که سخن بگوییم، سخن گفتن و حرف زدن ناجایز هست و حرام هست، اما در طواف الله متعال این اجازه را به ما داده. اما در بقیه موارد مانند طهارت، نماز و طواف با همدیگر هیچ گونه تفاوتی را ندارند. این روایت به صورت مرفوع هم ذکر شده، یعنی از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها آنچه که صحیح است در این زمینه این هست که این روایت گفتار حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و روایات دیگری در این زمینه وجود دارد که تأکید می کنند بر این مطلب که وضو داشتن در هنگام طواف یکی از شروط طواف هست. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم روایت شده به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطهری. هنگامی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بنابر عادت زنانه نمی توانست طواف بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند که هر کاری که حاجی انجام میدهد شما انجام بده. یعنی تمام اعمال حج را می توانی انجام بدهی بجز از طواف.
طواف را باید به تأخیر بیندازی تا زمانی که پاک بشوی. از این حدیث هم استدلال می شود که طواف کردن خانه کعبه شرطش طهارت و پاکیزگی هست. غیر از این هم عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم که طوافشون همراه با وضو و طهارت و پاکی بود. پس بنابراین هم از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم از این دستوری که به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دادند و هم از اثر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما این ثابت می شود که طهارت و وضو داشتن در طواف یکی از شروط طواف هست. نقطه دیگر که می شود در این زمینه از آن استدلال کرد این هست که بعد از طواف بلا فاصله ما نمازی رو داریم به عنوان نماز طواف، یعنی خواندن 2 رکعت بعد از اتمام طواف. و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه بعد از این که طواف را تمام می کردند مستقیما می رفتند و این 2 رکعت نماز را به جا می آوردند. پس بنابراین معلوم می شود که همان گونه که در 2 رکعت طواف بعد از اتمام طواف خانه کعبه انسان باید وضو داشته باشد و جز شروط نماز هست، به همین گونه قبل از آن هم انسان باید وضو داشته باشد، هم در هنگام طواف و هم در هنگام 2 رکعت نمازی که بعد از طواف در واقع خوانده می شود. یکی دیگر از شروط طواف ستر عورت هست که انسان در هنگام طواف حتما باید همانند نماز عورتش پوشیده باشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کردند در آخرین حجی که ایشان انجام دادند که اولین و آخرین حج ایشان بود، فرمودند که لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، نبادا که بعد از امسال مشرکی به حج بیاید و همچنین جایز نیست که انسان عریان و برهنه خانه کعبه را طواف بکند، زیرا که در زمان جاهلیت مرسوم بود که مردم برهنه خانه کعبه را طواف می‌کردند و بهانه‌شان این بود که با لباسهایی که ما گناه انجام دادیم و مرتکب معصیت شدیم با آن لباسها شایسته و سزاوار نیست که ما خانه کعبه را طواف بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت که متفق علیه است اعلام کردند که هیچ انسان برهنه و عریانی اجازه ندارد که در حالت برهنگی خانه کعبه را طواف بکند. یکی دیگر از شروط طواف این است که طواف باید در داخل مسجد صورت بگیرد یا این که در سقف مسجد الحرام باشد یا در طبقات مسجد الحرام، منتها در داخل مطاف یا در داخل خود مسجد باشد. بیرون از مسجد اگر کسی طواف بکند طوافش پذیرفته نخواهد شد. و همچنین شرط پنجم در این زمینه این هست که انسان زمانی که خانه کعبه را طواف می کند باید خانه کعبه سمت چپش باشد و عکس حرکت عقربه ساعت انسان باید دور بزند، یعنی از طرف راست به چپ دور بزند و خانه کعبه را سمت چپ خودش قرار بدهد. اگر کسی برعکس طواف کرد طوافش قابل قبول نیست و این طواف به عنوان یکی از ارکان حج از اون ادا نشده. و شرط ششم این است که حتما باید 7 طواف کامل باشند. کمتر از 7 طواف به عنوان طواف فرض پذیرفته نخواهد شد، ولو این که چند قدمی مانده باشد که این طواف را تمام بکند. از حجر الاسود شروع می شود طواف، کاملا یک دور کامل وقتی که زدند و دوباره به حجر الاسود رسیدند این می شود یک طواف و یک شد. 7 بار کامل باید به این گونه طواف بشود و اگر طواف از 7 شد کمتر بود این طواف کفایت نمی کند
و حاجی باید حتما این طواف هفتم را هم به پایان برساند. و یکی دیگر از شرایطی که بنابر رأی جمهور جزء شروط طواف هست این است که باید موالات و پی در پی وجود داشته باشد. یعنی این طواف ها را و شوط هایی را که دوروبر خانه کعبه طواف می کند باید متصل به هم و پی در پی باشند. در میان این اشواط هفتگانه نباید فاصله بیش از حدی وجود داشته باشد. البته این اشکال ندارد که اگر کسی در هنگام طواف خسته شد مقداری صبر بکند، استراحت بکند، هیچ گونه اشکالی در طواف ایجاد نمی شود. منتها بدون عذر انسان اجازه ندارد که در میان شوطها و در هنگام و در میان 7 مرتبه‌ای که پیرامون خانه کعبه می‌گردد اجازه ندارد که فاصله بیاندازد. اینها مجموعاً جزء شروط طواف هستند برای اینکه این طواف یک طواف مشروعی محسوب بشود، یک عبادت محسوب بشود و رکن طواف ادا بشود. لازم هست که این شروط را باید در نظر داشته باشیم و این شروط باید فراهم باشند. در غیر این صورت این طواف شرعی محسوب نخواهد شد و این طواف کفایت از فرض نخواهد کرد. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق بدهد که تمام اعمال حج خودمان را کامل و بدون هیچ گونه نقصانی انشاءالله انجام بدهیم تا این که به درگاه الله متعال مورد پذیرش قرار بگیرد. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در برنامه از برنامه‌های دروس حج قرار داریم. حاجی وقتی که از طواف و از مقام حضرت ابراهیم که 2 رکعت نماز هست و نوشیدن آب زمزم و از اینها تمام شد، حالا حرکت میکنه طرف سعی بین صفا و مروه. از صفا شروع میشه، مروه 7 مرتبه ابتدا در صفا از صفا هست و انتها در مروه هست. حالا دروسی که در این رکن حج و یا واجب از واجبات حج که قرار گرفته صفا و مروه، در این چی دروسی نهفته هست؟
درسی که حاجی از صفا و مروه میگیره اینه که انسان باید در تلاش باشه. انسان باید همیشه تحرک داشته باشه. اگر میخواهد به جای برسه و اگر میخواهد مشکلاتش حل بشه باید تحرک داشته باشه. بعضی از انسان ها فکر میکنن توکل همینه که برو در یک گوشه بنشین و فقط نه کاری داشته باش نه معامله داشته باش، در جای باش الله سبحانه و تعالی روزی تو را میرسانه، همین. این را میگن توکل. نه خیر، توکل چنین نیست. توکل اینه که حرکت بکن طرف کار و معامله و تجارت و در اینها، بعد توکل به الله سبحانه و تعالی داشته باش. حرکت بکن به طرف علم و دانش، بعد توکل خور به الله داشته باش، الله برای تو علم بده. به اینه که الله سبحانه و تعالی می فرمایه لیس للانسان الا ما سعى. هر کس در دنیا به اندازه تلاش خود، به اندازه زحمت خود به دست میاره همون اشیایی که در طلبش هست. کسی که زیاد وقتی شخص حرکت میکنه به طرف طلب علم، اگر زیاد تلاش کرد و زحمت کشید نمره اعلا میگیره. اگر زحمت نکشید خب طبعا نمره کمتری میگیره. در عرصه تجارت زیاد زحمت کشید سرمایه بیشتری داره. در عرصه عبادت هر قدر اخلاصش بیشتر بود و پیشگاه الله سبحانه و تعالی بیشتر ارزش پیدا میکنه. پس به این که حاجی حرکت میکنه و میایه در صفا و مروه، ابتدا از صفا، ان الصفا والمروه من شعائر الله، شاعر پروردگار عالم. از صفا بیا مروه، از مروه بیا بالاخره در صفا و بین چراغهای سبز یا میلین الاخضرین در اونجا هم باز به سرعت حرکت بکن. اینها دروسی داره که به اینه که ای انسان تو در تلاش باش. ببینین وقتی قرآن به نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایه قم فانذر، برخیز حرکت بکن. نمیشه که در جای خود بنشینی. اگر میخواید این قوم هدایت بشه، اگر میخواید این قوم از آتش جهنم نجات پیدا کنه، اگر میخواید این قوم از تو پیروی کنه، قم، برخیز. و همچنین اگر میخواید الله سبحانه تعالی از تو راضی باشه، قم اللیل، برخیز در شب، نماز تهجد برخیز. پس هیچ چیزی بدون رنج و بدون زحمت به دست نمی آید. الله سبحانه و تعالی می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو تلاش بکن، حرکت بکن، زحمت بکش، الله سبحانه تعالی راه را باز میکنه. الله سبحانه و تعالی فرج و گشایش را میاره. تو تلاش بکن. اگر به طلب علم هستی تلاش بکن، الله سبحانه و تعالی تو را عالم میگردانه. به طلب تجارت هستی تلاش بکن، الله سبحانه و تعالی تو را سرمایه دار میکنه. اگر میخواهید به یک هدف بالا و والا برسید تلاش بکن. پس در این صفا و مروه این درس را به ما میده که بیبی هاجر همسر ابراهیم علیه السلام وقتی که دید فرزندش گرسنگی میکشه، خودش احساس تشنگی میکنه، در جای خود ننشست، حرکت کرد، آماد سر کوه صفا بلند شد و نگاه میکرد کاروانی باشه، نگاه میکرد آبی باشه، نگاه میکرد و بالاخره تا چیزی به دست بیاره از صفا پایین میشد، میرفت طرف کوه مروه. وقتی در وسط میرسید
در اونجا سرعت رو بیشتر میکرد و میدوید تا طفل خود را هم ببینه که اون طفلش مورد گزند و اذیت شیعی قرار نگیره، میدوید. به این زحمت و تلاش و حرکت بیبی هاجر بود که الله سبحانه و تعالی چنان آب را عطا کرد که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کار طعام را هم میکنه و شفا هم هست. شما ببینیم اثرات تلاش، فواید تلاش به این میشه که الله سبحانه و تعالی چنان برکت را به این فرزند و به این مادر عطا میکنه که تا به قام قیامت دیگران از این خیر و برکت استفاده میکنن. دروسی که در این نهفته هست، درس اول اینه که گفتیم تلاش باید صورت بگیره. در تمام قرآن وقتی نگاه میکنیم بعد از ایمان لفظ عمل آمده. وقتی گفته آمینو به تعقیبش گفته که و عمل الصالحات، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن كان يرجو لقاء ربه، اگر امیدوار به لقای پروردگار هستید، لقای پروردگار به چی به دست می آیه؟ فلیعمل، نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به زحمت داره. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. ببینین بیبی هاجر وقتی تلاش کرد، در جای خود ننشست، الله سبحانه و تعالی چنان در را باز کرد برای اونها، چنان دروازه خیری را باز کرد که این آب هم برای اینها طعام بود، هم نوشیدنی بود و هم داروخانه بود. اگر کوچکترین اندک مریضی به شامل حال اونها میشد، این آب زمزم شفا بود. پس از این آمدن به صفا و مروه این درس میگیریم که باید همیشه تلاش داشته باشیم در کارهای خود، در برنامه‌های خود، در تمام اموری که هست. در عرصه سیاسی میخوایم به جایی برسیم، باید تلاش کنیم. در عرصه اقتصاد میخوایم به جایی برسیم، باید تلاش کنیم. در عرصه اجتماع میخوایم به جایی برسیم، باید تلاش کنیم. در عرصه علم و دانش میخوایم به جایی برسیم، باید تلاش کنیم. آخرت خوبی میخوایم داشته باشیم، باید تلاش کنیم. دنیای خوبی میخوایم داشته باشیم، باید تلاش کنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله دروازه ها را باز میکنه. وقتی تلاش کردیم، تقوای الهی را از آن خود ساختیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا به چی به دست میاد؟ به تلاش. وقتی تقوا شد، خدا ترسی شد، خداجویی شد و الله را از خود راضی کردیم، در اینجا الله سبحانه و تعالی دروازه های رحمت را باز میکنه، از جای رزق و روزی را میرسانه که انسان گمان نمیکنه. دروس دیگری که از صفا و مروه حاجی میگیره چیست؟ آن دروس بعد از میان برنامه انشاءالله بیان میشود. با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر پروردگار عالم است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که عظمت و بزرگی شعائر پروردگار را بدانه، این نشان دهنده تقوای شخص هست. دروسی که
از صفا و مروه گفتیم حاجی میگیره، درس تلاش بود، درس زحمت بود، درس بیداری و هوشیاری و زیرکی بود. دروس دیگری که در این مکان و یا در این فعل حاجی و در این عمل حاجی که صفا و مروه هست، دروس دیگری که از این عمل خود حاجی میگیره اینه که انسان باید صبر و استقامت داشته باشه. بیبی هاجر وقتی که ابراهیم علیه السلام فرزند خود را و همسر خود را در این وادی لم یزرع گذاشت، فقط بیبی هاجر اینقدر گفت که آیا ما را به دستور پروردگار عالم اینجا آوردید یا به دستور سارا؟ ابراهیم علیه السلام گفت به دستور پروردگار عالم. آن وقت بیبی هاجر گفت وقتی به دستور الله ما را اینجا آوردید ما هیچ غم و اندوهی نداریم، چون الله سبحانه و تعالی ما را میبینه و ما را نظاره میکنه و الله سبحانه و تعالی حافظ و نگهدار ماست. بیبی هاجر صبر را پیشه خود ساخت، فریاد نزد، جزعفزا نکرد، بیقراری نکرد، با حضرت ابراهیم علیه السلام با سر و صدا و بالاخره با جزع و فزع برخورد نکرد. گفت توکل من با الله سبحانه و تعالی است. نکته دیگر این که وقتی بیبی هاجر از صفا میره مروه، در بین این چراغ‌های سبزی که امروزی حجاج میدوند بیبی هاجر میدوید. از این چی درس میگیریم؟ این درس که بعض وقت باید که در کارهایی که ما داریم، در برنامه‌هایی که داریم، بعضی وقت نیاز است که ما سرعت ما بیشتر بشه، تلاش ما بیشتر بشه. انسان در یک حالت نیست، بعضی وقت حالت اضطراری هست. انسان باید بفهمه، بدانه، درک بکنه. چگونه؟ بعضی وقت عالم ما نباید که همیشه درس داره و تدریس داره اکتفا به همین درس و تدریس. بعضی وقت نیاز هست که بیشتر و بیشترتر تلاش بکنه و زحمت بکشه در راه بیداری امت اسلامی. مثلا خطیب تنها در روز جمعه اکتفا نکنه به وعظ و نصیحت، بعضی وقت نیاز هست که در هفته چندین مرتبه جلسات دعوت و اینها را داشته باشه. تاجر ما وقتی زکات میده بعضی وقت نیاز هست که به زکات اکتفا نکنه و در این خیری که داره باید سرعت ببخشه و بیشتر و بیشترتر به کمک فقرا و مستضعفین و به اینها بپردازه. هر کدام در تمام عرصه های زندگی انسان بعضی وقت نیاز هست که تلاش بکنه. در بین صفا و مروه این در سر داره که شما وقتی که در حال روان هستید، یعنی زندگی شما نورمال پیش میره، اما متوجه باشید بعضی وقتها نیاز هست که شما در کارهای شما و در برنامه‌های شما اگر حالت اضطراری به وجود آمد، نیاز به سرعتی بود، شما سرعت خود را و تلاش خود را و حرکات خود را بیشتر و بیشترتر میکنید به خاطر تقویه دین مبین اسلام و به خاطر رسیدن به او هدف بالا و والایی که دارید. درس دیگری که از صفا و مروه میگیریم اینه که بیبی هاجره یا بیبی هاجر وقتی که از صفا حرکت میکنه میایه به مروه،
خب یک مرتبه بلند کوه صفا بلند شد، کسی را ندید، آمد بر کوه، بر جبل مروه یا در اون کوه که مسما به مروه هست، باز هم چیزی را ندید. این کار را ادامه میدهد، میای صفا میره مروه، مروه صفا، صفا مروه، تا نتیجه را میبیند، تا اینکه متوجه میشه که الله سبحانه و تعالی از کنار اسماعیل علیه السلام که طفل بود و از جوار کعبه که هنوز کعبه هم ساخته نشده بود، میبیند که آب فوران میکنه. این درس را به ما میده که اگر کارها و برنامه هایی که دارید خسته نشوید، ادامه بدهید در تجارت خود، در معامله خود، در طلب علم. اگر طالب العلم هستید، اگر تاجر هستید، اگر در هر فنی که روان هستید که خلاف شرع نیست، احساس خستگی نکن، تلاش بکن. حتی اگر در عالم ظاهر یک مرتبه ناکام شدید، بار دیگر کامیاب می شوید. بیبی هاجر یک زن بود، با این کار ادامه داد، پی در پی. الله سبحانه و تعالی وقتی که اون نفسهای سوزان هاجره را در اون دشت سوزان مکه وقتی مشاهده کرد، لحظه فکر بکن که هاجر با چی حالت از صفا به مروه می رود و از مروه به صفا. الله سبحانه و تعالی هاجر را ناامید نمی کند. الله سبحانه و تعالی این بندگان صالح خود را ناامید نمی کند، چنان خیر کثیری را بر اینها عطا می کنه که تا قیامت همه انسانهای مؤمن از این بهره مند هستند. پس این درس رو میگیریم که در کارها صبر و استقامت و بردباری و تلاش و این که امیدوار بودن، امیدوار باشیم که الله سبحانه و تعالی ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا ضایع کار نیست، ضایع نمی کند. پس به اینه که میگوین نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر کار کرد. رضایت الله را میخواهید باید تلاش کنید به عبادت الله. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. عفو گناهان را میخواهید باید تلاش کنید به دعا، به تضرع. میخواهید خوشبخت دنیا و آخرت بشوید باید تلاش کنید. بیبی هاجر تلاش کرد، الله سبحانه و تعالی درهای خیر را برویش باز نمود. حکمت و فلسفه صفا و مروه اینه که تو انسان را الله در آنجا وقتی میکشانه و میگه بیا در اینجا صفا و مروه را ببین و سعی بین صفا و مروه داشته باش، میخواهد برای تو این درس را بدهد که باید تحرک داشته باشید. الله سبحانه و تعالی از انسانهای تنبل و از انسانهایی که در گوشه خود را بیاندازن و بار دوش جامعه باشن، الله این اشخاص را دوست نداره. الله انسانهای فعال، انسانهای متحرک و انسانهایی که دست اونها همیشه بر سر دیگران قرار داره، الله این انسان و این دست را دوست داره. پروردگار عالم به ما توفیق بده که
از تمام اماکنی که در سرزمین مکه و جزء مشاعر هست، ما از این اماکن که به خاطر دروس هست که ما از اینها درس بگیریم، امیدواریم که این درس ها سبب تعالی و ترقی من و شما بگرده. تا برنامه بعد همه شما را به الله سبحانه و تعالی می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.